اسم مفیز است. مدت 4 سال است که در گلفروشی کار میکنم در شهر نو. گلفروشی از چند نوع کارهای جور شده، مثلا بخش گلدان است، بخش گل تازه است. گل تازه ما خصوصا در بار یا گرمی از وطن از خود وطن ماست و در زمستان و بعض وقتهای دیگه که مثلا هوا سرد می باشه از هندوستان و پاکستان بر ما وارد میشه. بخش سبد خانه هم است، گلدان هم است و چیزهای دیگه هم است. روز ولنتاین بسیار بیروبار ما زیاد می باشه، روز مادر، بعضی مراسم های مثلا پارلمان می باشه، لبای استیج می باشه، گل تازه می خوره، بس کارهای دیگه مثلا دستگلای برای مریض، برای تبریکی، بعض قوطیا قلب و چیزا، انواع و اقسام هر چیز هست. بار میشه مثلا زمستان میشه کارا بعض کم خراب میشه، باز در شروع ماه عمل یا محفلات سیزندهایی که میه مثلا گلپوشا زیاد می باشه، مراسم زیاد می باشه، میکلین و گپا و چیزا، مثلا گلای تازه، توفه‌ای، سبد، توفات، این بعض چیزا. چند بخش دیگه است گل تازه است، گلدان است که در زمستان کش داره و گل تازه و گلپوش مثال این از این چیزا در بار زیاد سیزندش می باشه. من در سندای 19 ساله هستم، صنف 11 مکتب هستم. گلسازی کسبم از شوقم، از برش علاقه دارم کامل این دیگه کس افتخارم میکنم که من یک آینده یا کسب را اولا درس بعد از درس کسب بهترین چیز است در این وقت در افغانستان. مردم بیکار است، وضع اقتصادی خراب است، ما هم گرفتیم دمی هم کسب هم درس پیش میبرم هم کسب خودت تا آینده یک چی شویم.